درود دوستان. 25 ایول نورلو علیف و موین غفوروف در یو اف سی در ابودابی در اتحاد آرینا. حریفی نورلو علیف تا حال معلوم نیست و اوضاع هستند که بر ضد بنیل داریوش این یکی از ورزشکاران ایرانی است. در ایران به دنیا آمده است و در آمریکا زندگی میکند و تا قدری که من معلومات دارم با فکر من که یا از ملتش سوریگی است یا که کرد، ولی در ایران به دنیا آمده است. اسمش هم ایرانی است، داریوش و حاضر در آمریکا زندگی میکند. او در تاپ 15 ورزشکارای یو اف سی قرار دارد و اگر او بر ضد نورلو علیف بجنگد، نورلو علیف او را شکست دهد و دست بالا شود، نورلو علیف در تاپ 15 ورزشکارای یو اف سی در وزن خودش قرار میگیرد. دوستان فکرتون را نویسید. باید نورلو علیف بر ضد بنیل داریوش بجنگد یا نه؟ چون که او فارسی زبان است و اگر که بجنگند کی دست بالا میشود، شانسی کی زیاد است. چون که بنیل داریوش تجربهش خیلی خوب است و نورلو علیف باشد جوان است و یگان بار باختگی نیست و فکرم 3 بار یا 4 بار در یو اف سی دست بالا شده است. دوستان فکرتون رو در این بابت نویسید و میگذاریم در بابت محاربه موین غفوروف باشد بر ضد عبدالحسین باشد. از فنلاندیا هست، در فنلاندیا زندگی میکند و ملتش باشد دوستان عرب است، عربی به فکر من که از لیوان است و در فنلاندیا زندگی میکند. در همونجا تمرین کرده است و در قهرمانی اروپا هم شده است و قهرمانی جهان در لیگ ایماف و فکر میکنم که با ورزشکاران تاجیک در لیگ ایماف هم جنگ کرده است و در همون اماتوریش در لوبیتلسکی کاریش گفتی روسا 17 محاربه دارد، 1 تا باخت. خیلی جنگاور خوب است و همون گوشتینی خوب میگیرد، گریپلری خوب است. همون 9 محاربه‌شا با طریق بوغی کردن بردگی است و 5 تا دیگه شا با طریق زدن و با مش زدن که وقتی که پیش از مهلت نکاتی تکنیکی ده و 1 باخت دارد. همون باختش هم بر ضد محمد موکایف جنگ کردگی است در بریو اف سی بفیرم همونجا باختگی است و حتی همون یا خیلی میگن که در اینجا شانسی کی زیادتر است، عبدالحسین، چون که جوان است و یکمین بار در یو اف سی میجنگد. این دیبیوتش است و میگویند که او همون گوشتینش خیلی خوب است، گریپلرش خوب است و میتواند که موین غفوروف رو بوغی کند و ما در خاطر داریم که اخیران محاربه موین غفوروف بر ضد ویکلک با فیلم بود که در ثانیه اخیر از طریق بوغی کردن شکست خورد. برای همین نمیدونم دوستان فکرتون رو نویسید. شاید که موین غفوروف مون گوشتینش رو خوب کند بر ضد عبدالحسین، چون که چند باره که در یو اف سی موین غفوروف باختگی همش از طریق بوغی کردن باختگی. برای همین دوستان فکرتون رو در این بابت نویسید. عبدالحسین شانسی زیادتر دارد یا که موین غفوروف چند محاربه در یو اف سی گذراندگی است، برای همین شاید که کمتر خودش رو خوب حس کند و عبدالحسین باشد یکمین بار است در یو اف سی، این دیبیوتش است. برای همین دوستان 25 ایول در ابودابی در اتحاد آرینا اینها میجنگند و ما به هر حال موین غفوروف طرفداری میکنیم و امیدواریم که او دست بالا میشود. دوستان فکرتون رو در همین باره جنگاوران تاجیک نویسید. نورلو علیف بر ضد بنیل داریوش شاید و موین غفوروف بر ضد عبدالحسین و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. ما رو این روزی شنبه جنگ برای کمربند انتظار است در ازبکستان. من حتما به شما با معلومات میدهم و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون بود تا امید دیدار.